من نمیدونم کدوم شاسولی اینو میندازه رو زمین. خوبه با همین برس مسواکت بزنم؟ خانم مگه شما انداختی؟ اینو من ننداختم. این چیه؟ برای چی به وسایل من دست میزنی؟ خانم اربابی یه خودکاره ها. یه خودکاره. با این خودکار چیکار کردی توش انقدر کثیفه؟ این بوی چیه میده؟ من معذرت میخوام، دیروز لول نداشتم، به جای لول استفاده کردم، دوباره بستم گذاشتم لای دفترتون. میلاد توی این تابستونیه حواسم بهت نبوده، هر کاری دلت خواسته کردی. دستتو بگی بالا. خانم اربابی یه خودکاره، از حساب من کم. از حسابت که کم میکنم. یه بار دیگه تکرار بشه اخراجت میکنم. دستتو بگی بالا. یه ذره بو میده. دستتو بگی بالا. باید تنبیه بشی. دستتو بگی بالا. معذرت خب میخوام. همین میذارم تو صورتت. ببین فکر نکن از این به بعد حواسم بهت هست. تو کارگاه سیگار میکشی، گندکاری میکنی، کار نمیکنی، تنبیه که بشی آدم میشی. دستتو بگیر. دستتو بگیر. معذرت میخوام. دیگه تکرار نمیشه. من دیگه تکرار نمیکنم. دستتو بگیر. زود باش. یواش بزن. زود باش. خانم اربابی زود باش. دستتو بگیر. دستتو درست بگیر. میلاد فردا موهاتو با شماره 4 میزنی، با والدینت هم میای. فهمیدی؟ بله. گیر روزگار.